سلام، یه بافت خورشید براتون امروز آماده کردم. بریم تا با هم این آموزش خورشید جاکلیدی رو ببینیم. از قلاب 2 میلیمتر استفاده میکنیم و 2 رنگ کانوا با رنگ های زرد و نارنجی. در ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و در اون 6 تا پای کوتاه میبافیم. نخ رو بکشید تا 6 تا پای کنار هم دیگه قرار بگیرن و با یک بافت اتصالی 6 تا رو کنار هم دیگه قرار بدید. در رج دوم باید در هر زنجیره 2 تا پای کوتاه ببافید. در انتهای رج دوم 12 تا دونه خواهید داشت. با یک بافت اتصال به رج سوم میریم. در رج سوم در دونه اول یک بافت ساده پای ساده و در دونه دوم 2 تا، یه دونه ساده دارید و یه دونه افزایشی. در انتهای رج سوم شما 18 تا دونه خواهید داشت. یک بافت اتصال میزنید و به رج چهارم میرید. در رج چهارم شما باید یک پای ساده، یه دونه افزایشی و دوباره یک پای ساده بزنید که در انتهای رج شما 24 تا دونه خواهید داشت. یک بافت اتصالی بزنید و نخ رو قیچی کنید و با سوزن اون رو به داخل کار ببرید. و دوباره یکی مثل همین رو میبافید. قبل از اینکه این دوتا رو با هم دیگه متصل کنید چشم ها رو به این قسمتی که مد نظرتونه اتصال بدید. من از چشم های مهره‌ای استفاده میکنم که پشتشون واشر داره و امنیت داره. جای اون رو با قلاب مشخص کنید، نقطه تمرکز و اصلیتون رو وسط قرار بدید. بعد با قلاب اون حفره ها رو ایجاد کنید و سپس چشم رو جاگذاری کنید. وقتی واشرها رو پشت چشم ها انداختید میتونید حتی فندک بگیرید که محکم تر بشه و این واشر دیگه تکون نخوره. فندک بگیرید به پشت این قسمت های مشکی بیرون زده شده و کار محکم و سفت خواهد شد. خب جای چشم مشخص شد. بریم تا این دوتا رو به هم دیگه با کانوای نارنجی متصل کنیم.
خب دونه رو مشخص میکنیم. دونه رو درست بگیرید، با زیریش توی یه جا قرار بدید و نخ نارنجی رو، کاموای نارنجی رو به داخل بکشید و یک زنجیره بزنید و شروع کنید به یک پایه ساده زدن. پایه ساده رو که زدید، بعد یک پایه بلند باید بزنید. در همون حفره‌ای که پایه ساده رو زدید، در همون جا هم یک پایه بلند ببافید. سپس یک زنجیره بزنید و به داخل زنجیره اول در همین پایه بلند برید و نخ رو بگیرید و یک بافت اتصالی بزنید. دوباره یک پایه بلند در حفره کناری و زنجیره کناری بزنید و بعد از اون در همین حفره باید پایه ساده بزنید. در همین زنجیره دوباره پایه ساده بزنید. خب اولین تشعشع خورشید درست شد. دور تا دور این کار رو هم دوباره همین کار میکنید. دوباره به زنجیره کناری برید، یه پایه ساده بزنید، یک پایه بلند و همون کار رو دوباره تکرار کنید. به نیمه کار که رسیدید، الیاف رو داخل کار کنید و دوباره ادامه بدید. به انتهای کار که رسیدید چند تا زنجیره بزنید، جاکیدی رو اضافه کنید و بعد اون رو با یک بافت متصل به داخل کار وصل کنید. برای اینکه لبه خورشید رو بزنید از کاموای قرمز استفاده کنید و در جای مناسب اون رو بدوزید. نخهای اضافی رو بچینید و به داخل کار ببرید و با سوزن مرتبش کنید. خورشیدتون آماده است. امیدوارم از آموزش امروز لذت برده باشید.